خداوند ما و شما را شبخیز بگردانه، منور بسازه، درون و بیرون دو روز در دنیا ما را بی نصیب از فیوزات و برکات روزهای مبارک، شبهای مبارک، خصوصا شب و روز جمعه که جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن، ابو داود شریف، کسی که غسل کنه وقت بیاید به مسیر جمعه خانی فدنا و نزدیک امام باشه، این در سطح پایان خود نزدیک بسازه، فدنا و نزدیک باشه و صمت و سکوت بکنه، حتی اگر کسی خلاف شرکار رو انجام میده ایشون تبلیغ گوش میکنه به او چیزی نمیگه، ولم یلغو و لغو رو انجام نده، در جریانی که از خانه شرکت میکنه خنده ای بلند نکنه، موسیقی در راه نشنوه، به نامحرمی نگاه نکنه، به فکر و ذکر، به یک عشق و علاقمندی میایه به مسیر جمعه خانی. حضرت سعید بن مسیب فرمود از حج عمره کده نماز جمعه را دوست دارم، بگوین الله اکبر، بفهمین که حج عمره چقدر ثواب داره. از حج عمره کده سعید ابن مسیب میفرمایند نماز جمعه را زیاد دوست دارم، یعنی از حج نفلی کده نماز جمعه را ثوابش برای کسایی که به حج بیت الله نمیرسن زیاد میباشه. دو خاطر فرمودن جمعه حج مساکین است، هر جمعه ما و شما حج علاهده ای داریم، خداوند به دربار بی‌نیازیش قبول فرماید. متوجه شدین؟ غسل کنه یک، لباس بپوشه پاک دو، کسی را آزار رد سر شانه‌های مردم نیایه سه، نزدیک امام باشه چهار، تا آخر سکوت باشه، یعنی به لهو و لعب محسوب نباشه پنج. میدونین چقدر ثواب داره؟ جناب محمد رسول الله علیه السلام فرمودن کان له الاجر کاجر سنتی، می باشد بکل خطوت، در برابر هر قدمش مانند اجر یک سال، صیامها و قیامها، او کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، برابری که در برابر هر قدمش یک سال روزه گرفته باشه و یک سال نماز تهجد خوانده باشه، در برابر هر قدمش. جالبی است که حدیث صحیح امام ابو داود یکی از کتب سوای سته است می باشد. خداوند ما و شما را از برادرای محترمی بعد از این بگرداند که هر قدم ما یک سال روزه و یک سال نماز به دربار خداوند درد شود. از او خاطر در بعض مساجدی که مردم میفهمند که همچون گپ ها است، وقت میآیند استفاده میکنند، قرآن میخوانند، درود میخوانند، نماز میخوانند، اشک میریزند، توبه میکنند، سخن میشنوند، خطبه میخوانند، ساعت ها میگذرد ولی اون برادران خبر نیستند که چند ساعت گذشته است. یقین کن ثانیه‌ای برایشان معلوم نمیشود. وقتی که از مسیر جمعه خانی بیرون میشه شاید گریه هم کنه که ای کاش همه روز جمعه می بود، ای کاش همه ساعت ها این قسم تیر میشد، ولی همه ساعت ها چون این تیر نمیشه. اما یک مژده هست که جناب حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم فرمودند که هر کس نماز جمعه را به غسل، به مسواک، به خوشبویی، به لباس پاک و نظیف نزدیک امام میخوانه، یعنی کوشش میکنه وقتر بیایه، تا جمعه آینده همه گناهان صغیرش خداوند قلم عفو بالایش کشف میکنه. بگوین الله اکبر. خداوند گناهان ما و شما را مورد عفو و کرم قرار بده. بعض از برادران هستند که میفهمند که گناهگار هستند، بعضی از خواهران هستند میفهمند که گناهگار هستند، ولی شب جنت را خواب میبینه. چرا؟ شب جناب محمد رسول الله علیه السلام را خواب میبینه. چرا؟ شب با عمر فاروق ملاقات میکنه. چرا؟ شب با عثمان با حیا ملاقات میکنه. چرا؟ الله گناهانش را مورد عفو قرار داره. این بیچاره خبر نداره، از دست گناه زیاد است مایوس شده. ولی ابن ماجه مبارک نقل میکنه باب قیامت رسول الله علیه السلام میفرماید بنده اگر گناهان تو برابر کوههای رواسی بلند شده باشد، چرا گریه نمی کنی و اشک نمی ریزی و فغان نمی کنی و توبه نمی کنی که گناهت را قلمی عفو کش کنم؟ خداوند گناه ما را به حرمت نماز جمعه مورد عفو قرار بده. روز جمعه قیامت برپا میشه. حدیث بخاری شریف، سنن ماجه مبارک، مسلم شریف، ابو داود شریف. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فی تقام الساعه، در جمعه قیامت برپا میشه. در روز جمعه حضرت آدم علیه السلام بدنشان ساخته شده است، ولی در روز جمعه بعضی مردم شراب میخورن، نعوذ بالله بگوین. در روز جمعه حتی خواهش میکنم مثلا برادران گفته ما رو میگیرن
خیراتتان آروستیتان روز جمعه نگیرین. روز جمعه روز عبادت است، روز برکت است، روز گریه است، روز توبه است، روز محشر است، روز قیامت است. سید ایام خوانده رسول الله علیه السلام. میفهمین که عروسی ها امروز چی حال روز است؟ در 12:30 بجه فحشا در عروسی ها جاری است دیگه. اونم روز جمعه. نعوذ بالله من ذلک. رسول الله بلند بگوین صلی الله علیه و سلم میفرمایند در روز جمعه حیوانات در حراس است. میفهمین؟ سگ از روز جمعه میترسه دور از گل رویتان باشه. خوک از روز جمعه میترسه. پشک و موش از روز جمعه میترسه. چرا؟ به اونا الهام کرده میشه که روز جمعه محشر برپا میشه. در روز جمعه آفتاب سیاه میشه از جانب مغرب میبراید. روز جمعه آسمان لوله کرده میشه. روز جمعه ما و تو مردیم در اون وقت از قبرها برمیخیزیم. در روز جمعه محمد رسول الله منتظر است که کدام امتش میگوید اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه. بلند بگوین اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه. در میدان محشر کسی که روز جمعه 100 بار درود شریف خوانده باشه رویش مثل آفتاب میدرخشه. در روز جمعه 7 آسمان ملکوتش در لرزه است، زیرا در این روز قیامت برپا میشه. برادرای بسیار محترم، در روز جمعه حضرت آدم علیه السلام بزرگترین خوشی برش داده شده، به جنت داخل کرده شده، زنده شده، چشمان مبارکش باز شده. در روز جمعه حضرت آدم علیه السلام رو از جنت بیرون کردن. از دستان مبارکشان فرشتگان گرفته بودن، خواهش میکردن که آدم علیه السلام گندم نوشیجان کردین از جنت برایین. با اشک دیده و فریاد در روز جمعه حضرت آدم علیه السلام از جنت بیرون شدن. حضرت علامه ابولیث سمرقندی به سند خود نقل میکنه اگرچه در جنت شب و روز نیست ولی در روز جمعه خداوند تبارک و تعالی در یک جای خاص جنتیان را دعوت میده، دیدارش را در روز جمعه نصیب میگردانه. و هر کسی که در روز جمعه وقتر بیایه و خواهرای محترمی که نمی آین ولی اونا ثواب روز جمعه را میگیرن، یقین بکنن. خواهرایی که نمی توانن چون به اونا فرض نیست و آرزو میکنن که اما مرد می بودیم میرفتیم یا کلانسان می بودیم میرفتیم، اونا ثواب روز جمعه را میگیرن. کسی که هر چقدر وقت بیایه اما قدر دیدار خداوند در جنت در روز جمعه برایش نصیب کرده میشه. چوکی ها نهاده می شود، چوکی های مکلل با لولو و مرجان. اینا انبیای کرام هستند. پروردگار خطاب میکنه که ای انبیای ما، از پشت انبیای خدا صدیقین یعنی اولیاء الله درجه بلند است. نمیتونیم به کفش پایشان برسیم ولی اگر خداوند بخواهد موتور اولیای خود ساخته میتواند. پروردگار قادر است. از ته دل آمین بگوین که ما و شما را در میدان محشر از جمله صدیقین خود حشر بسازد. گرچند همین لحظه هر کس میگه که من گناهگار هستم، هم شما لیاقت این نداریم ما بگیم یا الله ما صدیق باشیم، ولی چنان بحر رحمت خداوند بیشتر است که هرچی بخوای زیاد کم نخواهی. برادری محترم بگو همه با آواز بلند که یا الله من از جمله عرفا در میدان محشر حشر بگردان. چوکی دوم چوکی اولیاء الهی است. خدا کنه که ما و تو هم دو بین باش. گرچند خود لایق نمیدانیم، عمل خدا، عقیده خدا، صفت خدا پستر از او میدانیم که از موی ما بگیرن و بلغت بزنن در بین آتش جهنم سالها بسوزیم. ولی کرم الهی آنقدر بیشتر است که امید داریم ما را از جمله اولیای خود در محشر حشر بسازه و در مرحله اول ما را داخل باغچه‌های جنت بگردانه. خط سوم چوکی سوم مربوط عامه مسلمان ها است که جنتی هستند. انبیا، اولیاء، عامه مسلمان ها. به سند خود جناب حضرت ابولیث سمرقندی نوشته میکنه که اسناده ثقه، اسنادش هم ثقه است، اسنادش معتبر است. سی صف ایستاده است الله بی نیاز صدا میده روز جمعه است. صدا میده ای بندگان من چی برایتان عنایت بفرمایم، چی برایتان بدهم تا کنه که ما و تو گناهگار باشیم. در اونجا فریاد میکنیم که یا الله جنت رضایت را نصیب ما بگردان. پروردگار میفرماید ای بندگان من رضای من جنت است که برای شما داده شد، کرامت من هنوز مانده که دیداری من میباشه. بگوین الله اکبر که در روز جمعه نصیب میشه. فاجعه نکشین، از رویش پرده برداشته میشه. پروردگار نشه و واله و شیدا و عاشق پروردگار میشویم از برکت روز جمعه، از برکت نماز جمعه. در روز جمعه هم در جنت
خداوند به ما بیچاره ها جمال بلا کیفش نصیب بگردانه. گرچه عذر کردیم که یا الله از ما خطا و لغزش است، از تو عطا و بخشش است. یا الله ما را اهل جمالت بساز، اهل دیدار ذاتت بگردان. اولین کسی که برادرای محترم جمعه گفت به نام کعب بن لؤی رضی الله تعالی عنه است. در مدینه منوره مردم جمع کرد، گفت یهود در روز شنبه جمع میشن، نصارا در روز یک شنبه جمع میشن. تأسف که در یک کشور اسلامی سالهای گذشته انتخاب میشه، از مردم نظرگیری میشه که چطور روز شنبه را اگر رخصتی بگیریم اجازه میتین. و یک روز مردمای ما هم قبول کرده بودن. نعوذ بالله بگوین از برای خدا ما مسلمان هستیم، الحمدلله، لا اله الا الله محمد رسول الله. مرگ به یهودیت و نصرانیت. ولی الحمدلله دعوتگران و مجاهدان و علما مبارزه کردند، نگذاشتن که شنبه و یک شنبه رخصتی شود. رخصتی امت محمد مصطفی علیه السلام روز جمعه است، محل ترجمه امت محمد رسول الله.